دوستای عزیز ماجیک فودی، امروز میخوایم فیله مرغ اناری رو با هم درست کنیم. مواد لازم: فیله مرغ، زعفرون، روغن زیتون، سبزی‌های معطر، ماست، ربع انار، هویج، سیب زمینی، فلفل دلمه، سیر و پیاز و ادویه هامون. سیر رو خرد میکنیم. میریم برای مرینت کردن فیله های مرغ که فیله های مرغ داخل ظرف میریزیم. اول زعفرون اضافه میکنیم که حسابی به خورد گوشت بره و بعد بقیه موادمون اضافه میکنیم. روغن زیتون، سیر خرد شده، ادویه هامون گفتم شامل نمک، فلفل، زردچوبه و پودر شنبلیله هست. ماست و ربع انار رو اضافه میکنیم و حسابی با هم مخلوط میکنیم. توی یخچال 1 ساعت استراحت میدیم که حسابی فیله های مرغ مزه دار بشه. بعد از اون مرغ ها رو در روغن سرخ میکنیم. بقیه موادمون رو آماده میکنیم. پیاز رو خرد میکنیم، سرخ میکنیم، هویج‌های خرد شده، فلفل دلمه رو و همچنین سیب زمینی ها رو سرخ میکنیم و آماده میکنیم. بعد از اینکه فیله های مرغ سرخ شد، توی ظرف سربمون آمادهش میکنیم و همه مواد سرخ شده رو اضافه میکنیم. پیاز سرخ شده، هویج، فلفل، سبزی های معطر اینجا اضافه میکنیم. باز هم مقداری ربع انار، موادی که از مرینت اضافه داشتیم بازم روی مواد میریزیم. من چون سیر دوست دارم اینجا باز هم چند حبه سیر اضافه کردم. شما میتونید اضافه نکنید، بسته که به ذائقتون داره. و حالا کاغذ فویل میکشیم، میذاریم توی فر به اندازه نیم تا 40 دقیقه. زمان میخواد که مواد حسابی پخته بشه و مزه دار بشه. اینم غذای امروز ما. امیدوارم دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نوش جانتون.